سلام بچه ها، امروز میخوام یه ویدیوی خیلی خفن بگیرم. اصلا حال و هوای جدید، انرژی مثبت، همه چی توپ توپ. چی؟ قرار نبود الان برقا بره؟ نه بابا نترس، پام خورده این گردالی نوردهنده. گردالی نوردهنده؟ منظورت رینگ لایته؟ صبر کن ببینم، اصلا تو کی هستی؟ وای وای وای، صدا الان ضبط میشه. من شلوارمو درست نکردم. تو دیگه چی هستی؟ از کجا پریدی وسط خونه من؟ آروم باش، من از دنیای انیمیشن اومدم. داشتم میرفتم پونه برلی. گوگل مپ مست کرده بود و اشتباهی منو انداخت اینجا. یعنی الان یه کاراکتر خط خطی وسط خونمه؟ خب برو همون جایی که بودی. اینجا ویدیوی منه. ملت الان فکر میکنن من قاطی کردم و دارم با توهمم حرف میزنم. جدی؟ تو فکر میکنی مردم واسه جدی بودن اومدن یوتیوب؟ اومدن ببینن یکی مثل تو وسط زب سکته میکنه یا نه؟ خیلی بیادبی. سلام بچه‌ها، من استیکیم. اسپانسر این ویدیو نیستم، ولی اگه یکی بخواد اسپانسر شه شماره کارت دارم. تو کامنت ها فینیش میکنم. هی تو الان داری مردم رو تشویق میکنی که بهت پول بدن؟ خب زندگی خرج داره. خدایا بی خیال. خب بچه ها، امروز موضوع ویدیو اینه که من دیشب چند تا نخود چیکه شستم. ببینم نمیخوای بری؟ نه میخواستم استارتاپ بزنم، ولی تو محتوا میسازی و من خرابکاری میکنم. اسمش میشه کمدی انفجاری. الان تنها چیزی که در حال انفجار مغز من. ببینم اون لپتاپ تو روی میز. آره چطور؟ فکر کنم اشتباهی 3 تا فایل خجالت آورتو باز کردم. بذار نشون بدم. همه اونا رو دیدی؟ بچه ها، صاحب من 45 بار یه ویدیو رو ضبط کرده چون ای اشتباه میکرده. تازه توی صحنه نباید آبرومو ببری، نباید همه چیزو جلوی دوربین اینقدر هرس نخور. ببینم توی یخچال چیزی داری بخورم؟ بخوری؟ اصلا کجا میری؟ تو مگه معده داری که چیزی بخوری؟ نفرس با تو سنتنز میکنم. شما آدمو چرا اندک شنگی؟ استیکی بیادب، باید رو تربیتت کار کنم. بچه ها، تا حالا استیچمنی به کاریزمای من دیده بودی تو زندگیتون؟ اعتماد به نفس تو رو اگه شلوار کردی داشت الان ساپورت بود. بیا اینور ببینم آقای کاریزما، میخوام ادامه ویدیو رو بگیرم. خب بچه ها، اگه از دست این موجود تازه واردمون جون سالم به در بردم، حتما یه ویدیو دیگه با هم دیگه میگیریم. و تا قبل از اینکه خونمون منفجر بکنه لطفا کانالمو سابسکرایب کنید. باور کنید به این همه استرس میارزه. وای خدایا، این یه شروع فاجعه است. نه، این یه شروع دوستی خفنه. تازه ویدیوهای بعدی خرابکاریامو میبینن.